الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواهری از ما سوال کردن که زنی که مطلقه هست، یعنی زنی که بیوه هست، یا به دیگر عباره بگوییم زنی که شوهرش جواب داده است، طلاق داده است و الان بی شوهر است، آیا می تواند که به یک مرد بیگانه بگوید که مرا به زنی بگیر؟ آیا جایز است یا نیست؟ بارک الله فیکم. البته زنی که شوهرش جواب داده است بعد از ادا شدن مدت عده‌اش می تواند که به یک مرد بیگانه، البته مرد بیگانه که مرد معروف باشد، مرد صالح، اولا مرد عاقل بالغ مؤمن، شرط اساسی مسلمان باشد، مؤمن باشد، صالح مسلم باشد، به این می تواند که بگوید مرا به زنی بگیر. و این در قصه اگر نظر بکنیم در تاریخ، در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و بعد از زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این چنین قصه ها زیاد شده است و حتی زنهایی بودند که خود را به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیشنهاد میکردند که ای رسول الله مرا به زنی بگیرید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند که کسی یک زنی میگه که مرا به زنی بگیرید، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که من احتیاج ندارم، لیکن به تو یک انسان را میتوانم که انتخاب بکنم و البته این چنین شده است. پس بارک الله فیکم، شرط اول این است که عده زنی طلاق یافته عدهش بیرون شود. زنی که شوهرش طلاق میدهد 3 ماه عده دارد. والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. الله رب العزة والجلال میگه زنهایی که شوهرانشان این زنها را طلاق داده اند 3 قروء در خونهشون باید بشینند، شوهر نکنند. شوهر کردن در این حالت به اونها جایز نیست. قروء علما اختلاف کردند، بعضشون پاکی بعضشون حیض. عموما میگیم 3 ماه 3 پاکی یا که 3 حیض در مدت همین 3 ماه چی کنند بیستند و بعد از 3 ماه، بعد از 3 ماهی طلاق گرفتند بعد میتوانند که به یک مرد مؤمن چی کنند خود را پیشنهاد کنند. شرط دوم، همون کسی که زنی مسلمان میخواد که به همون خود را پیشنهاد کند باید مسلمان باشد، کافر نباشد، چرا که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان منع کرده است برای زنهای مسلمان مشرک را گرفتن. یعنی زنی مسلمان، برای زنی مسلمان حرام است که به یک مرد مشرک یا کافر شود زن شود. خیلی که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم میگه اینکحن ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبتکم. یعنی یک مرد مؤمن، یک بنده مؤمن، یک عبد مؤمن برای زن مسلمان بهتر است از یک مشرکی که کافر است. برای همین است که الله سبحانه و تعالی میگه ولا تنكحوا المشرکین ولا تنكحوا المشرکین. ای زنها شما به مردهای مشرک و کافر چی نشوید، به نکاح ندارید. شرط دوم این است که خواهر عزیزم بارک الله فیکم وقتی که میخواهید که به یک کسی به شوهری برایید ببینید که این شوهر مسلمان است یا نیست. وقتی که دیدید که این مرد مسلمان است، صالح است، نمازخوان است، بعد از این شما به این مرد البته بگویید که برادر عزیزم مرا به نکاح خود درآر. این جایز است، این جایز است. بارک الله فیکم. حتی اگر شما از نفس خود ترسید که یگان فتنه به شما آمدنش ممکن از نظر شهوت یا که از نظر بیشوهری یا که از نظر تنهایی یا که از نظر چیزهای دیگر، در این حالت بعضی از علما میگن خصوصا در حالت زیاد بودن شهوت، خواستار شهوت، در این حالت به زن ضرور است که به یک مرد مسلمان صالح بگوید که مرا بگیر. بارک الله فیکم. پس این یک عملی خوب است که امروز از بین زنها دور شده است. زنی مسلمان وقتی که یک مرد صالح را دید باید بگوید که زودتر از به خاطر زود به یک زندگی صالح خود درآمدن خود را پیشنهاد کند تا که نکاح کند با نکاح شرعی و با یک زندگی اسلامی زیبا زندگی کند. بارک الله فیکم. و این بود یک مسئله که به ما سوال شده است. حکم یک مسئله دیگری که سوال شده است، رفع یدین در نماز چیست؟ البته رفع یدین یعنی دست برداشتن در نماز، اولی نماز و بعد از این در پیش از رکوع کردن و بعد از اینکه سمع الله لمن حمیده میگه دست برداشتن و بعد از اینکه دویم رکعت میشنید بعد از تشهد وقتی که میخیزید، در این حالت ها باز برداشتن رفع الیدین هم به زن و هم به مرد سنت است. بارک الله فیکم. چه که حدیث صحیح در امام مسلم از ابن عمر روایت شده است و البته حدیث در امام بخاری هم وجود دارد. رفع الیدین در امام بخاری و در امام مسلم روایت شده است از ابن عمر که پیامبر صلی الله علیه و سلم دستشون را در این موضع ها می‌برداشتند. بارک الله فیکم.